مسئولان میگویند که جنگ در برابر مخالفین مسلح در ولایت قندوز را نیروهای افغان مشترکاً به پیش میبرند و تا حالا موفقیت چشمگیر هم داشتند. آنان میگویند که از سه‌شنبه هفته جاری تا به اکنون 34 مخالف مسلح در ولایت قندوز کشته شده و هسته اصلی آنها در ولسوالی امام صاحب نیز از بین رفته است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله در کابل گفت همکنون نیروی نظامی کافی در ولایت قندوز مستقر شده و آنها اجازه نمیدهند که حتی یک قریه قندوز هم سقوط کند. در ولایت قندوز ما به حد کافی نیرو داریم. از فرقه 111 کابل قطعات در قندوز موجود است. قطعات کماندو هم موجود است. یک کندک برجسته نظم عامه موجود است و نیروی هوایی به اندازه کافی در قندوز موجود است. عملیات در قندوز جریان دارد. نه این ولایت سقوط می کند، نه کدام ولسوالی و نه هم کدام قریه سقوط می کند. آقای وزیری همچنان گفت که نیروهای افغان تلفات سنگینی را به مخالفین مسلح وارد کردند. روز چهارشنبه والی قندوز هم در یک نشست خبری در آن ولایت گفت که در جریان 5 روز درگیری میان مخالفین مسلح با نیروهای افغان در مناطق مختلف این ولایت 152 تن از مخالفین مسلح کشته و 115 تن دیگرشان زخمی شده اند. همکنون نیز در مناطق مختلف قندوز به شمول گلتپه، امام صاحب و قلعه زال درگیری میان مخالفین مسلح با نیروهای افغان جریان دارد و گفته می شود که بخش‌های منطقه گلتپه در کنترل مخالفین قرار دارد. با آنکه برخی از اعضای شورای ملی ضعف در رهبری مقامات امنیتی را از عوامل ادامه جنگ در قندوز می‌دانند، اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که جنگ در قندوز به طور درست مدیریت می‌شود و با هماهنگی لازم به پیش می‌رود. یک رهبری قوی سالم در ولایت قندوز وجود دارد که از این ظرفیت‌ها به گونه‌ای که لازم است استفاده بکنند. عملیات‌های تعرضی نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت قندوز آغاز شده. یعنی هسته اصلی امی تروریستا در امام صاحب با چند نفر از بین رفته. سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید که مخالفین مسلح در جنگ با نیروهای افغان از مردم عام به عنوان سپر استفاده می کنند و به همین دلیل عملیات بر ضدشان دقیق و نسبتاً بطیء انجام می شود. در این حال مسئولان مأموریت ناتو تحت نام حمایت قاطع در افغانستان از عملکرد نیروهای افغان در برابر مخالفین مسلح در قندوز ستایش کرده و از آمادگی برای حمایت از این نیروها خبر داده است. جنرال شفنر معاون رابط این مأموریت گفته است: ما با آن نظامیانی که در قندوز عملیات می کنند به تلاش‌های خود در جهت آموزش، مشوره‌دهی و همکاری ادامه می دهیم. در صورتی که ارگان‌های امنیتی افغان از ما کمک‌های بیشتر را تقاضا کنند، ما به آن توجه خواهیم کرد. اما تا حالا نظامیان افغان به امکانات دست‌داشته‌شان امنیت قابل قبول را تامین کردند. مسئولان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از استفاده مردم عام به عنوان سپر در میدان جنگ در قندوز ابراز نگرانی کرده اند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی و امنیتی افغان میگویند که احتمالاً کمیت بیشتر نیروهای افغان در جنگ در برابر مخالفین مسلح در قندوز سبب موفقیت این نیروها خواهد شد، اما نیاز است تا در بخش مدیریت و رهبری تغییرات مثبت به میان آید.